چرا نباید پیش هر آدمی درد و دل کنی؟ این داستان بهت دلیلشو نشون میده. بعد از یه روز طولانی شخم زدن زمین، گاو برگشت به طویله و دراز کشید که استراحت کنه. گربه هم اونجا داشت میپلکید. گاو به گربه گفت: امروز خیلی خسته شدم. فردا فقط میخوام استراحت کنم. گربه رفت و به سگ گفت: رئیس خیلی داره به گاو فشار میاره. اینقدر ازش کار کشیده که دیگه دلش نمیخواد کار کنه. کمی بعد وقتی سگ گوسفند رو دید بهش گفت: گاو شاید فردا کار رو ول کنه چون خسته است. گوسفند پیغام رو به خوک رسوند. گاو از فردا دیگه کار نمیکنه چون کارش سخته و رئیس هم با شلاق میزنتش. عصر همون روز وقتی خدمتکار رئیس داشت به خوک غذا میداد، خوک بهش گفت: گاو فردا میخواد ول کنه و بره. بقیه رئیسا خیلی بهترن. نه شلاق میزنن، نه حیواناتشون رو گرسنه میذارن. خدمتکار هم سری رفت به رئیس خبر داد که گاو قصد داره سرکشی کنه و با بقیه حیوونا بذارن و برن. رئیس که اینو شنید تصمیم گرفت گاو رو بکشه که دردسرساز نشه. گاو کشته شد، ولی نه کار بدی کرده بود و نه حرف بیجایی زده بود. پس چرا قربانی شد؟ چون حرفش بارها بد فهمیده شد و دست به دست چرخید تا رسید به گوش رئیس. درد و دل کردن با یه سری آدما هم همچین نتیجه‌ای به دنبال داره. بعضیا فقط بهت گوش میدن تا بعدن از حرفات برای سرگرم کردن بقیه استفاده کنن و فقط خدا میدونه چقدر حرف از خودشون در میارن و به عنوان حرفایی که تو زدی برای بقیه تعریف